سلام و درود به همه بچهای عزیزم، دوستای نازنینم. حالتون چطوره بچه امروز 2 تا ویدیو داریم. بعد خیلی خوشحالم در خدمتتون هستم با یه اسکواد باسترز دیگه. بزن بریم ببینیم چی به چیه. بابا بخش فیوژن استارت هستیم بچه. تو این بخش یادتون باشه نیرویی که انتخاب میکنید فیوژن بهتون میده. خب این به درد بخور چیزی نمیده. من بربر رو انتخاب میکنم. شاید بگی چرا گیرک رو انتخاب نکرد، ولی خب امکان درگیری وجود داره. مرسی نت، ماشاءالله به نت ما. خب الان گیرک رو انتخاب میکنم برای لوت بیشتر. گیرک رو دوست دارم. گیرک خوبه، گیرک قشنگه، گیرک نازه. یه گوبلین، بازم گوبلین فیوژن میکنیم که بتونیم سریع لوت خوبی بگیریم بچه ها. خب گوبلین هم فیوژن شد دیگه، نیازی به گوبلین نداریم. الان یه گرک رو فیوژن کنیم دیگه اسکوادمون واسه اول کاری تکمیله. چیکن کفش یادتون نره بچه، کفش بگیرید. بازم چیکن. اینا خیلی خوب سکی میده، اینا رو بزنید قشنگ خیلی خوب لوت میده. تو مخی تر از این کنونا نیست وسط درگیری و حمله. خب یه دونه گرک انتخاب میکنیم. بو بچه بو کنده ولی ربات ها رو خوب میزنه قشنگ. بات ها رو خیلی خوب میتونید بزنید. خب چیکن فیوژن شد. فعلا نفر سومیم، هیچ عجله ای نیست، مهم نیست. اسکواد چه اسکواد خری بودین. چون مدیک هم یادتون نه، مدیک خیلی خوب بهتون جون میده. قشنگ درگیری ها حفاظت میکنه ازتون، مخصوصا اگه فیوژن کنید. خب هیچی من نمیده. نیتا فعلا درگیر نمیشیم بچه ها، زوده فعلا واسه درگیری. فعلا 34 ثانیه دیگه مونده جم باکس باز شه. فعلا علاقه به درگیری نداریم و میریم سراغ آخ نزدیک به درگیری اتفاق افتاده. میریم تو این گوشه کنارا. اسکوادمون در حدی نیست فعلا بتونیم درگیر شیم. سرعت میبینید داریم کم میاریم سرعت. حالا من یه صندوق میده. آها ای توف شرف بیشرفت. تو که آخه اسکوادت از من قوی تره، چرا آخه جیگرشو نداری فرار میکنی؟ فلان شده. فیچ یه اسپل فریز همینجا سگ کشش میکنی. ببین به همین راحتی بچه دیدی سگ کشی، ولی اسپید نداریم متاسفانه، ولی زدیمش. یه دونه دیگه این هم از این. یه شلی هم بزنم تمامه. اسپید نداریم ولش بخشیدمش. ولی خب همین که دهن اسکوادشو ساچیدم خودش اتفاق خوبیه. یه اسپید یه مکس داشتم قشنگ سگ کشش کرده بودم، گرفته بودمش. الان مکسو بهم داد ولی دیره. بذار اینو میتونیم بزنیم اینا. یا اول فاز بربر فیوژن داره 3 تا. اسکواد ترکید. فرار. ریسکی بود این درگیری، ولی خب دیگه دلو دارم به دریا. ببینیم هر چی شد. این چی میده توی چست؟ گرک داد. خب مگا شلی چیزی نداریم برای آپدیت فعلا. چستم نداریم ولی مهم نیست، من شما رو دارم.
مگا استارت بهتون مگا میده. ال تایگر رو هم داد. گابلین باسن مبارک ضربای مهلکی میزنین. مگا تایگر عزیزمون، مگا تایگر دوست داشتنیمون. یه دونه لوتر هم بهم بده دیگه تکمیل میکنیم و عشق میکنیم. بازم گابلین انتخاب کردم. خب یه لوتر بهم میویس رو داد. میتونیم هویجه داخل باغمون رو بکنیم بچه‌های عزیز. یه گابلین دیگه برای فیوژن شدن و ادامه کار. فعلا درگیر نمیشیم. با ول کن اونو بکن. دوست عزیز میویس عزیزمون کارا چیه میکنی؟ با از تو باید دارم. اینم از تو تعریف کردم. اینم هاک رایدر. اینجا به نظرتون یه لحظه گفتم شاید نتش رفته، ولی این مشکل ها فقط توی ایرانه که پیش میاد بچه ها. ما این شانس نداریم. بربر انتقام من بربره. کنون رو میذاریم وسط. بریم اول اینا رو بگیریم نره. بسم الله رب الشهدا. عجیبا غریبا. میویس بازم لود پشت لود. فعلا دومی اختلاف آنچنانی نداریم با نفرات دیگه، ولی باید سریع جمع جور کنیم چون خطریه. کلیدم ندارم خیلی کن. یه دونه رو ولی میزنم. ببین بچه‌ها تو این درگیری که مگا هست، مگا رو اول نزنید. سعی کنید این نیروهای ریزه میزه رو بزنید. مثل من میبین الان خیلی راحت‌تر. خفکشش کردم الان مگاشو. اگه ما اصلا مگاشو بزنم نیروهای ریزه میزه دهنم هست. ببین تمام آجارش اومد نفر اول به همین راحتی. حالا اگه مگا رو میخواستید بزنید نیروهای ریزش دهنتون رو سرویس میکرد. برید اول اون جغل مغلا رو بزنید که راحت تر بتونید مگاشو بزنید. موقعی هم که میبینی طرف داره فرار میکنه، اگه اسپید داشتید زورتون میچربید بهش، اپوش میتونید قشنگ یک دوتا نیروهاشو خف کنید. بابا کیه انقدر این ویچ ول داده این تو این دهنو سرویس کرده؟ بچه اختلاف انداختیم با نفرات دوم و سوم، ولی بازم جیم باکس بده بهشون تمامه. ویچو انتخاب میکنم فعلا. همین وسط وای میستم هم لوت کنیم هم صندوقی باز کنیم و لذتی دو چندان ببریم. بچه نظراتتون رو برام بنویسید، من دونه دونه میخونم، جوابتون رو میدم. پیشنهادی اگه داشتید، انتقادی اگه داشتید. مکس رو برمیم. آخ نفر دوم شدیم ولی مجبوریم که درگیر شیم با اینا. آخ دهنم سرویس کردن و شدیم نفر سوم، ولی مهم نیست. هم بین 4 نفر اول باشیم، رنگ خراب نشه کافیه. کرمه که داره دیگه اسکوت باسترز. بریم بتل دیگه بزنیم. ویدیوها رو کوچیک براتون میگیرم بچه ها، حوصلتون سر نره. البته بازیه که خیلی من خودم دیدنشم بهم خیلی لذت بخش و زیباست. با تشکر از دوستان عزیزم. خب این الان من بربر زورم به این بربره نمیرسه. البته این باته، چون هیچ پلیری اینجوری مثل اوزگلا راه نمیره. ولی ما میزنیم این وسط. یه دونم
خود دیگه نذار. ای پدرت لعنت، چرا الپیرمو را خوب برداشتن؟ حیف نداره که الپیرمو هم خوبه سگ جونه، ولی خب دمیج آنچنانی وارد نمیکنه. میویس لوتر خوشگل و عزیزمون، برو هویجا رو بکن بابا. چون قبلا تو ویدیو قبلی هم بهتون گفتم میویس موقعی که هویجا رو میکنه یه ریز خونی هم به اسکوادتون میده. حتی من خودم گرک خیلی دوست دارم. گرک خیلی به نظر من سریعتر و بهتره، حتی همون یه دونشم. ولی خب دیگه میویس ببینم میویس رو بر میدارم. خب چی بگیریم؟ یه میویس دیگه. میویس فیوژن شد، خیالم راحت میشه لوت، با سرعت بیشتر لوت میکنیم. یا اول فصل نه سمت من بچه ها، سریع سرعت بگیریم، یه پرچم سفید به نشانه صلح نشون بدم. خب چیکن هم فیوژن کنیم، خیالم راحت شه. فرار فرار فرار. او این هم آدم چیگیری دادی به من کوچولو هم فعلا ضعیفم من. خب ویزارد هم خوبه بچه ها، 2 تا اسپل میتونید بگیرید تو بازی، خیلی به دردتون میخوره. خود رایده بریم سریع بالا لوت کنیم تا هنوز کاکتوسا اذیت نکردن. چی برداریم؟ شلی یه دونه که میخوام فیوژن شه. خب شلی هم فیوژن شد. این بمبو بندازیم اینجا لوت جمع کنیم بچه سکا رو. خب چی برداریم؟ ویزارد. یه دقیقه 15 ثانیه که مونده دیگه، کم کم دیگه باید بریم وسط بازی. به مکس دیوانه، عاشق این شخصیت مکسم. هم خوب دمیج میزنه، هم راحت میتونی اپوش خف کنی و بپیچی بریم. اینجا تو خوشگل بابا تو. به همین راحتی تونستم خفتش کنم و کارشو بردارم. اینجا هول شدم، ای پیرمون رو برداشتم. خیلی وضعیت بد بود، یکی نیروام افتاد کنم از بین رفت. 3-4 تا گولم و 3-4 تا پلیر درگیر بودن. چیکن سرعت به کار میاد الان، سرعت ندارم خیلی، مجبورم ریجو بزنم و برم تو دل دشمن. ماشالله فرار. اینجا سانچر کنیم. خب تو که بابا این ریزه میزه اینجا چه غلطی میکنی؟ همون اینجا بودو توی سک اسپیدی داشتیم اسکوادش. نفر دوم شدیم با 254 تا جم، نفر اول 257 تا جم. 2 تا کم داشتیم، 3 تا برای اینکه نفر اول شیم. ولی خب پروبلم یخ. یه دونه کارت نگاشلی بهم داد بچه ها، یه دونه که بتل بزنیم و یه کار رو جمع کنیم. بچه قبل اینکه وارد بتل بعدی بشیم لایک کنید، کامنت بذارید برام. بخش محبوب من لوت گابلین. گابلین من خیلی دوست دارم بچه ها، مثل بین سکه بهتون میدم. ولی خب این پاس چستا تو مختارین چستای بازی هستن. یه کورت دیگه یه دونه اینجا میندازیم چون سکه رو ببریم. یه دونه بو برم بده کارو در میارم. خب لوتر نمیتونم بچه تون بخش،
خودم این دوبلینا کارو در میارم. این بده بهم برمیدارم. کل فیوژن شد. کل فیوژن هم خیلی خوبه با اینکه فیلمی نداره. اسپید هم لازم داریم. دابلین بنازم به این کار این دیگه کم کم شیعه بریم برای همی تو بگیریم بگیم همه بگیر باید چیه مشکل همه گو میسترم بابا نظرم این دیگه که دارم دل منو شاد میکنم. سرعت صفر اینجوری که بیفتیدم بالمون بچه بازی رو باید تموم کنیم. ببینیم هیچ احساس کنیم. بخورم و برم سراغه یه چیست چی برداریم مدیک برداریم. اسکوادم واقعا خسکیه فعلا میترسم درگیری بدم. درگیری به دوست عزیزم خدا دلم شمی که چی میخوام بگم یا خود فرار دستم من راضی نچم بزن ماشالله بزن نفر نفر اول بیرم ولی خب متاسفانه بازم اب نداره. اسکوادم ضعیف بود نمیشه درگیری بدن. من یه ریسکی بود و خواستم من میتونم کاری بکنم. خب بچه ها این یه ویدیوی دیگه دوستتون دارم تا یه ویدیوی دیگه. خدا یار و نگهدارتون.